والله قسم اون شخصیتی که امروز به طرف ماده میبراره او با صنف پست انسانی رسته و این مردیش گم کردگی است. این شخصیت دو زن داشت، یک زنش جواب داد و اون برادری بیزن مکگیش نکاح کرداد. دو خانه داشت، یک خانهش برادر مکگی مسافر و مهاجر شد. میگه همدیگر را در آغوش میگرفتن، زار زار دو کسا گریه میکردن. از گریه دو شخصیت تمام اون جمعیت مجلس گریان شد. میگه ابوذر خطا کرد، میگه یک جمله دغل از زبانش بیرون برآمد. اون چی بود؟ حضرت بلال گفت که ابن سودا، کو ای بچه سیاه، جال خفگی شده بود. اون صحابه میخواست که سلمان تحقیر کنه، یعنی سرزنش کنه که پدر و مادرت آتش پرست. بعضی انسان عادت داره وقت سلامش میته خیلی میکنه تمام جواب نمیکردن. میگه نزدی وای رفتم سرش برداشتم در بالای دستم، آب در لبهاش گذاشتم که جانش از بدنش بیاد. خواهران اسلامی یک خوشخبر است. اکنون شرکت مهاجر تور برای شخصانی که در روسیه قرار دارند میخواهند که به حج فرضی سفر کنند با نرخ خیلی هم ارزان پیشکشی ما و شما نموده است. از همین روز به قیدگیری سر می شود تا آخر همین ماه فوریه. خودی حاضر در نامه‌های روی اکران بوده مراجعه نمایید و اگر از نام کانال ما روی فردا گیرین باز کمتر ارزانتر خواهند کرد. الله مهربان حجتون را قبول بفرماید. گفتیم که روزهای دیگر اهل مکه وقتی به مدینه رفتن، اهل مدینه شخصیت دو زن داشت، یک زنش جواب داد و اون برادری بیزن مکگیش نکاح کرداد. دو خانه داشت، یک خانهش برادر مکگی مسافر و مهاجر شد. حتی روایت میکنه که از اصحاب میگه در یک غزوه ها من اشتراک داشتم، در کنار میگه برادرم بود، برادرم یعنی جراحی شد، یک ردار شد، میگه در زمین افتاد، در حالت جان دادن بود، کمی آب داشتم، میگه سری برادرم برداشتم در بالای دستم، آب در لبهاش گذاشتم تا اینکه آب بخوره. در کنار میگه شخصیت با از مجاهدا اون هم جراحی شده بود، نالش میکرد، آه میگفت، میگه این برادرم آب نخور. گفت برادر، گفت من برادر دارم، تو برادرم هستی، سری من در بالای دستت برداشته، اما این برادرم شخصیتی نداره که سرش برداره، سری من در زمین بگذار، سری او را بردار در بالای دست، او را آب بده، شاید او نسبت به من تشنه تر باشه. میگه برادرم آهسته حق گذاشتم، یا برداشتم در بالای دستم که در کنارش دیگر شخصیت نالش میگه ایشم آب نخور. گفت وای برادرم آب بده، شاید او از من تشنه تر باشه. میگه نزدی وای رفتم سرش برداشتم در بالای دستم، آب در لبهاش گذاشتم که جانش از بدنش بیرون شد. نزد این شخصیت آمدم که اینها هم بر وقت جان به جانان سپاریدند، حتی در حالت جان دادن برای هم دیگر چقدر رحیم و مهربان بودند. ما و شما هم باشیم برادران عزیز بزرگوار، ما باید از این بزرگوارها درس بگیریم، از اینها عبرت بگیریم. به تعبیر مولانا شاخه از شاخزار مصطفی، گل شو از باغ و بهار مصطفی، از بهارش رنگ بو باید گرفت، بهره از خلق او باید گرفت. ما و شما برادر یک نوده و یک شاخه از شاخزار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باید باشیم. متاسفانه امروز ما برعکس شدگی هستیم. نمیدانم امروز مردم ما از غربی ها رنگ بو گرفته شدن. یک کسی میبینی یک لباس تعجب آور در بدن، میگوی چی خطه مثلی همون یعنی سیرک بازا کرده، میگه ماده های. سبحان الله، ماده تو در جناب پیغمبر است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. برای تو ای مسلمان عبرتگاه و نمونت محمد مصطفی است، به هر کس تمانت نکن. والله قسم اون شخصیتی که امروز به طرف ماده میبراره او با صنف پست انسانی رسته و این مردیش گم کردگی است و این مردیش از دست دادگی است. والله قسم. حضرت سلمان فارس رضی الله تعالی عنه را وقتی در دور زمان جناب پیغمبر اهل اصحاب پرسیدن، گفتن پدر و مادر شما کی هست؟ بین یکی از صحابه ها یعنی بینشون جنجال خفگی شده بود. اون صحابه میخواست که سلمان تحقیر کنه، یعنی سرزنش کنه که پدر و مادر تو آتش پرستند، بی دین هستند، بی خدا هستند. بعد از اون گفت سلمان، گفت پدر و مادر تو کی هست؟ میدونه عزیز سلمان چی جواب گفت؟ گفت پدر و مادر من اسلام است، من فرزند اسلام هستم. گفت من از وقت خود شناختم اسلام شناختم، هر چیزی پیدا کردم از روز عزت و حرمت و شرافت و فضیلت ما هم از اسلام یافتم. ما هم فرزند اسلام هستیم. این احساسات باید در ما باشه برادران عزیز. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در حدیثی که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کردند، حضرت گفتن که حق المسلم علی المسلم خمس. گفتن مسلمان بالای مسلمان 5 حق داره. اینها حق واجبه هستن برادر، اینها واجب هستن به جا آوردن شو. یکمش رد سلام، رد السلام.
یکم حقی که مسلمان در بالای ما داره رد سلام است، جواب سلام گرداندند. وقتی گو السلام علیکم فقط سر تا نجنبانی خیل. بعضی انسان عادت داره وقتی سلامش میته خیل میکنه تمام جواب نمیگردونه. سلام، کلمه سلام گفتنش سنت است، اما جواب سلام واجب است. وقتی جواب سلام نگردونی عاصی میشوی، گناهگار میشوی برادر عزیز. او برادر برای شما چی میگه؟ میگه سلامتی دنیا و آخرت برای تو نصیب باد. در دنیا و آخرت سلامت و خرسند و سعادتمند باشی. معنی کلمه سلام معنیش این است. با یک سر جنباندن این جواب نیست برادر عزیز. باید چی بگو؟ و علیکم السلام، برای شما هم سلامتی دنیا و آخرت نصیب باد. باید برای همدیگر سلامتی دنیا و آخرت رو بخواهیم. ما خواهان سلامتی، خواهان خوشبختی همدیگر باشیم. یکم حقی که برادر مسلمان ما در بالامون داره رد سلام است. اکنون جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک حدیث دیگر در آخر کوتاه میخونیم، وقتم نزدیک آمده است. در دور رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوذر غفاری همراهی حضرت بلال رفیق بودند، دوست بودند. چی نوعی که امروز در جامعه ما بعضی برادرها هستند با همدیگر دوستی میکنن. حضرت ابوذر همراهی حضرت بلال دوست بودند، یعنی جورا بودند، رفیق بودند. دائم میگه همراهی همدیگر سیاحت میکردن، سیر و گشت میکردن. روز به همدیگر هزل و بازی کردن. ناگاه میگه حضرت ابوذر خطا کرد. بعضی حالات میشه که انسان خطا میکنه، بعضی در حال پشیمون میشه اما دیر شده است. حضرت ابوذر خطا کرد، میگه یک جمله دغل از زبانش بیرون آمد. اون چی بود؟ حضرت بلال گفت که یبن سودا، گفت ای بچه سیاه. این مردم این سخن در مردم ما هم عادت میگن فلانی سیاه، نامش کرامی سیاه، نمیکی سیاه، نامش میگن فلانی سیاه. حضرت بلال حضرت ابوذر میگه خطا کرد، یکی سهوا از زبانش برآمد، گفت که یبن سودا، گفت ای بچه سیاه. حضرت بلال میگه در این سخن ابوذر خندش گرفت، تعجبش زد. یکم بار است که از دوستش سخنی ناراحت کننده و دغل و تحقیرآمیز میشنوه. میگه در حال میگه بلبی پرخنده حضرت بلال بسوش گفت ای برادر، گفت چیم گفتی؟ اکو یک بار دیگه گفت چیم گفتی؟ میخندید. میگه بسوش قهرش نکرد، غضب نآمد. همین قدری که اون تعجبش زد که این چه خیل ابوذر برای خودش اجازه داده من سیاه گفت، یعنی تحقیرم کرد. حضرت بلال زارش کرد. میگه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه از سر بدنش میگه عرق حیا سر کرد، سر خم شد، چهرش سب سرخ شد. میگه از حیا را دوباره این جملهش تکرار کردن نتوانست. جمله چی بگو؟ ای بچه سیاه. این سخن در جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید. سخن در جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید. جناب پیغمبر در حال فرمید، منبرش آوردن، خطبه تشکیل کرد، تمام مردم جمع کرد. به چی خاطر؟ به خاطری نصیحت کردن سرزنش حضرت ابوذر که به چی خاطر به یک برادر مسلمانت تحقیر کردی، به احترامی کردی، برای چی تو بلال سیاه گفتی؟ در نظر ما امروز خگپی نیست، این فلانی سیاه میگن. اما جناب پیغمبر ببین که به خاطر که این یعنی این به احترامی، این ناقدردانی دیگه تکرار نشوه، در حال جناب پیغمبر میگه خطبه ایجاد کرد، مردم جمع کرد. حضرت ابوذر گفت یا ابوذر، گفت ای ابوذر، گفت در حق یک برادر مسلمانت از خدا بترس، گفت آبروی یک برادر تا در جامعه نریزان. گفت حضرت ابوذر نصیحت کرد، بین مردم خواهش کرد. حضرت ابوذر میگه سرش خم بود، میگریست، حرف به حرف نصیحت جناب پیغمبر گوش میکرد. جناب پیغمبر خطبهش ادا کرد. حضرت ابوذر میگه نزد حضرت بلال آمد. گفت ای برادر، گفت ای بلال، ترا به خدا قسم، گفت ترا به همون خدای قسم که می پرستش میکنی، گفت من در نزد پای تو در زمین خود ما با پشت می اندازم، با پشت میزنم، به همون کفهای پایی که در بالای خاکها قدم میزنی، به همون کفهای پا سخت در روی من بزن. گفت در همین چهره من سخت یعنی به لهجه خودمون سخت شته بزن، تا اینکه برای من و برای دیگر درس شود که نسبت به یک برادرش به احترامی نداشته باشن. میگه با همه کفای پات سخت در چهره و در روی من شته بزن. حضرت ابوذر حضرت بلال گفته ایستاده. میگه حضرت ابوذر خودش در زمین انداخت. حضرت بلال خم شد، میگه در آغوشش گرفت، از پیشانی حضرت ابوذر بوسه کرد.
گفت قسم به عظمت و جلال خدا، گفت او پیشانیه که یک بار خدا را سجده کرده است، هرگز گفت من در او شته و پا نمیزنم. میگه همدیگر در آغوش میگرفتن، زار زار دو کسا گریه میکردن، از گریه دو شخصیت تمام اون جمعیت مجلس گریان شد. میگه این بود مناسبت، این بود معامله که بین اهل اصحاب بزرگوار بود. احساسات، حتی خداوند اون محبت و مناسبت اونها رو در قرآن گویا هست که استعذ بالله محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این محمد رسول خدا هست، شخصیت هایی که همراهش هستند اینها چقدر بدبین و سختگیر هستند با کفار، اما بین خود چقدر رحیم و مهربان، چقدر دوست هستند، چقدر احساساتی خوبی دارند به هم دیگر.